به نام خدای مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی. وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستیم با یک مبحث آموزشی دیگه از مجموعه آموزشی پولار و اینکه امیدوارم کلیپ های آموزشی گذشته مفید بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. بریم سراغ نواحی اکستریم و دسیژن ببینیم که چی هستش. خب جلسات گذشته در رابطه با شکست ساختار صحبت کردیم، چه شکست ساختاری درست هستش و اینکه اصلاح سکندلی رو گفتیم که روندی برای ما درست هستش که باید یک اصلاح 50% داشته باشه، از این سقفی که تشکیل میشه یه اصلاح سکندلی داشته باشه تا این کف برای من اعتبار داشته باشه و اینکه بتونه یه سقف بالاتر رو برای ما ثبت کنه که اینجا بهش میگفتیم BOS. زمانی که یه سقف بالاتر میزد ما میگفتیم BOS، گفتیم حتما باید یه اصلاح سکندلی داشته باشه و از این لگ حرکتی که داشته حداقل باید 50%ش اصلاح کنه تا ما بگیم این روند درستیه، وگرنه این روند خلأ داره و میتونه این اتفاق براش بیفته. به مثال این اتفاق مثلا براش میفته دیگه، برگرد پایین میتونه، چون این 50% رو اصلاح نکرده این روند یه خلأ نقدینگی داره تو این محدوده های 50% این دی، شاید هم یه کوچولو پایین تر، پس بازم میتونه این کف رو برای من بشکنه چون این کف مناسبی نیست. اما زمانی که ما یه لگ صحیح داریم و اصلاح سکندری تشکیل شد، ما میتونیم نواحی دسیژن و اکستریم رو رسم کنیم. به چه شکل؟ ما یه ابزاری داریم به اسم گن باکس. اگر بیایید تو این قسمت اینجا ببینید گن باکس رو ما داریم، یه ابزاری داریم. من برم تو تنظیماتش، دیفالتش رو من بزنم، ببینید اگر ابزار رو من فعال کنم دیفالتش اینه برای شما. تشریف میارید تنظیمات، این ردیف دوم کامل خاموش بشه، کلا میبندیم. اینجا ما اینا رو نیاز نداریم، فقط 0، نیم و 1 که میتونیم رنگ هاشون رو تغییر بدیم. حالا این دوتا توسی این سبز من باش مشکلی ندارم. بکگراند رو هم بر میدارم، ببینید این برای من میمونه. تقریبا مثل همون فیبو هستش که حالا فیبو رو بهتون توضیح بدیم متوجه میشید. من میتونم بیام اینجا یه سری تنظیمات هم انجام بدم عرض شود خدمتون و اینکه الان درسته برای من و من میتونم اون کاری که دوست دارم و میخوام باشه انجام بدم رو با این ابزار انجام بدم. خب حالا که این تنظیمات رو انجام دادیم، از این ابزار چه استفاده ما انجام میدیم و چه استفاده داریم؟ ببینید چرا من از فیبو استفاده نکردم، چون بعدها با فیبو کار داریم، فیبو 2.3 و اگه تنظیماتمون رو به هم بریزیم یه جاهایی شاید دچار اشتباه بشیم. ما اومدیم از ابزار گن کمک گرفتیم اینجا. ببینید زمانی که این اصلاح سکندلی انجام شد و اومد 50% اصلاح داد و بازار حرکت کرد به سمت بالا این لگ رو و دوباره اینجا اصلاح سکندلی و 50% رو داشتیم، ما میتونیم از این نقطه، از این کف تا این سقف این ابزار رو بندازیم روی چارت. اینجا میشه محدوده 50%ش، اینجا محدوده 0، اینم محدوده 100%مون، یعنی 0، 50 و 100. به این محدوده سبز رنگ ما میگیم دسیژن، یعنی ناحیه تصمیم گیری، به این محدوده میگیم. و
این محدوده پایین 25% پایینی ما میگیم اکستریم، یعنی ناحیه نهایی. این ناحیه دیگه ناحیه نهایی هستش. و اینم این 50% میانی هم یه ناحیه بسیار مهمه، یعنی میشه 75% این لگ اصلی. یه ناحیه بسیار بسیار مهمه. پس ما به این ناحیه میگیم دسیژن و این ناحیه 25% پایینی ما بهش میگیم اکستریم، یعنی ناحیه نهایی. خب از این چه استفاده میکنیم و چی کار داریم؟ بریم روی چارت ببینیم چه استفاده ای داریم. خب چارت بیت کوین کش هست، تایم فریم روزانه. این دفعه اومدیم سراغ چارت های بازار کریپتو ببینیم چه خبره. خب از همین انتها یک دو تا مثال براتون بزنیم ببینید به چه شکله. ببینید ما دائما اینجا BOS داریم. تو این ناحیه ما یه سوینگی داریم که فیل شده، بهش میگیم فیلور سوینگ، یعنی سوینگی که نتونسته بالای این ببنده یا پیوتی که فیل شده اینجا و نتونسته بره بالاش و اینجا این BOS برای ما مورد تایید. اینجا BOS داشتیم و این هم اگر یه سقف بالاتر باشه تو تایم دیلی چون شادو زده ما اینو شکست به حساب نمیاریم. زمانی که آخرین کف ما بس کدوم میشه؟ این میشه. زمانی که زیر این کف برای من کلوز بده من اولین تغییر روند رو دارم. خب اینجا تغییر روند داشتیم، اینجا کندل هنوز بسته نشده، پس این یه لگ کلی برای من به حساب میاد. ببینید این تقریبا 50% این لگ رو اومده ولی چون زیرش کندل نبسته اینجا برای من شکسته شده. میبینید این سقف اینجا برای من شکسته شده. چرا؟ چون زیر این کفی که اینجا زده برای ما کندلی بسته نشده. خب ما میتونیم از این سقف که اینجا هست تا این کفی که اینجا تشکیل داده برای من ما میتونیم این ابزار رو رسم کنیم. خب اینجا میشه ناحیه دسیژنمون. اینجا دنبال نواحی ورود میگردیم تو این ناحیه دسیژن که به همون ورود نداده. حالا تو بحث ورودها کامل خدمتتون توضیح میدیم که چطور میتونستیم ورود کنیم. و این ناحیه اکستریم و دسیژن میانی رو بیاریم. ببین دقیقا اومده تو 75% و بعدش اصلاح کرده رفته پایین. این نواحی برای ما خیلی مهمه. ما هر چقدر بازار از ناحیه دسیژن بره به سمت ناحیه اکستریم بخوایم سل بگیریم برامون مناسب تره، بهتره و میتونیم با اطمینان بیشتری سل داشته باشیم تو این ناحیه. پس ببینید من اینجا یک بار توضیح بدم. هر چقدر بازار از ناحیه دسیژن بیاد به سمت ناحیه اکستریم برای بای مناسبه و از ناحیه دسیژن به بالا ما دنبال سل میگردیم اگر بخوایم سل بگیریم از بازار و بالعکس همین هر چقدر بازار از ناحیه دسیژن بره به سمت بالاتر برای سل خوبه و از ناحیه دسیژن به پایین ما دنبال سل نباید بگردیم. اگر ورود داد میتونیم بای بگیریم. تو این ناحیه سل زدن خیلی پر ریسکه، تو این ناحیه سل زدن کم ریسکه. این پایینم تو این ناحیه بای زدن پر ریسکه، تو این ناحیه بای زدن خیلی خوبه، مخصوصا هر چقدر نزدیک به 75% و ناحیه اکستریم بشیم. مثل این ناحیه که ببینید اومده نزدیک 75-6% اصلاح و بعدش ریخته اومده پایین. بریم یه مثال دیگه بذارید ببینم چی داریم. یه ناحیه‌ای که یه خورده
وضوح داشته باشه و بتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینجا ببینید ما یه BOS داریم، اینجا کلوز نداده بهمون، اینجا کلوز داده. این BOS اینجا برای من ثبت شده، یه حرکت خیلی پرقدرت و خوب بوده. از این کف بازار حرکت کرده. آیا این کفه برای من کف مناسبی هست؟ گفتیم بالاترین کندل باید 3 تا کلوز داشته باشه، پس اینجا کلوز ندارم من، اینجا کلوز ندارم. بیایم اینجا بالاترین کندل 1 کلوز، 2 کلوز، ببینم این 3 کلوز رو داده اینجا بهمون. این کف معتبریه. ببینید این بالاترین کندل، این کندل سفید، اینجا 1 کلوز، اینجا دومی و اینم سومی. پس این کف معتبریه برای من. از اینجا بازار حرکت کرده، بالای اینو برای من زده. ما اینجوری یک کف معتبر رو میشناسیم. اینجا شادو، اینجا برای من بالای این شادوها زده شده و BOS شده. خب پس کف معتبر من اینجاست. ببینید این کف معتبر نیست. وقتی بازار حرکت کرده رفته به سمتش، اومده این کف رو به این راحتی شکسته. بعد اینکه این کف رو شکسته تازه حرکت کرده رفته بالا، چون این کف معتبری نبوده. خب پس این سقف معتبر، این کف معتبر. ببینید این بالاترین کندل اینجا، این کندل سفیده است که اینجا 3 تا کلوز رو داشتیم. ما میایم با استفاده از ابزاری که معرفی کردیم، ابزار گن، اینو رسم میکنیم. ببینید اومده به ناحیه اکستریم، بعدش بازار حرکت کرده رفته بالا. ببینید همین حرکت 181% بوده. تو تایم دیلیه و زیاد اصلا. ببینید بعدش بازار دوباره یه حرکت دیگه داشته. پس اینجوری ما میتونیم یک کف و سقف خوب رو شناسایی کنیم. یک کف و سقف خوب رو الان شناسایی کردیم، ناحیه اکستریم و دسیژنش رو مشخص کردیم. این ناحیه دسیژنه. ببینید که تو ناحیه دسیژن هم یه توقفی داشته، تقریبا یه هفته‌ای ایستاده اینجا بازار. ببینید همینجا ما اگر اینجا رو بگیریم 20% حرکت داشته از ناحیه دسیژنش و بازار این حرکت رو داشته شکسته این کف رو. چرا؟ چون این کف معتبری نیست با توجه به اون آموزشی که داشتیم. و اگر آموزشمون رو ندیدید میتونید به کلیپ قبلی مراجعه کنید و اون کلیپ رو ببینید. ما اینطوری یک کف و سقف مناسب رو شناسایی کردیم و فهمیدیم که بازار باید این کف رو میشکست و شکست، اومد از ناحیه اکستریم یه حرکت داشت رو به بالا. این خیلی مهمه این مبحث، حتما خوب دقت کنید، حتما تمرین و استمرار و تکرار داشته باشید. امیدوارم که موفق باشید. منتظر کلیپ های آموزشی بعدی باشید. روز و روزگار خوبی داشته باشید. پرسود و موفق باشید. خدا نگهدار.